توی ویدیوی قبلی عرض کردم خدمتتون فراماسونرها بعد از درخشش در دوران روم باستان با حمله آلمانها به انزوا کشیده شدند و بعد از ظهور مسیحیت دوباره شروع به رشد کردند. اما این رابطه گرم و عمیق فراماسونری و مسیحیت تا عصر نوزایی یا رنسانس ادامه پیدا کرد. بعد از قرن 13 و 14 میلادی که سلطه مطلق دین و مسیحیت و کلیسا در اروپا به وجود اومد و به دنبال آن هم سختی‌های زندگی به اوج خودش رسیده بود و کل اروپا یه جورایی دین زده شده بود و واقعا هم روحانیون مسیحی می‌کشتن مخالفون خودشون رو و اصلا هم تعارف با کسی نداشتن. هرچی هم کلیسا و روحانیون مسیحی میگفتن همون درست بود و کسی هم حق اعتراض نداشتن. با دستور فرمانروایان مسیحی در این دوره کلیساهای خیلی زیادی در سراسر اروپا ساخته شد و طبیعی هستش که ساخت این کلیساها نیاز به نیروی انسانی داشت و با توجه به اینکه اروپا درگیر جنگ‌های مختلفی در اون زمان بود، تامین این نیرو اصلاً کار ساده‌ای نبود. حالا اگه هم میتونستن نیروها رو تامین کنن، پولی در کار نبود که کلیساها ساخته بشه. بنابراین کشیشا به این نتیجه رسیدن و یهویی هم به این نتیجه رسیدن که به بناها و کارگران کلیساها پولی واسه دستمزدشون پرداخت نکنن و اونا رو به عیسی مسیح حواله بدن. نهایتاً بهشون میگفتن اجرتون با آقا عیسی مسیح. و اینجوری شد که دستمزد بناها حذف شد و هر چقدر هم تلاش کردن که بتونن حقوق خودشون رو بگیرن، کسی گردن نگرفت و قبول نکردن و ازشون بیگاری کشیده شد. دوباره داشت تاریخ براشون تکرار میشد و داشتن به بردهداری کشیده میشدن که بزرگانشون جمع شدن که راه چاره پیدا کنن. نتیجهش این شد که اولین فرقه فراماسونری رسمی که همون برنامه آزاد باشه که بدون دستمزد هم کار نمیکنه شکل گرفت، اونم در آلمان. شاید اون موقع بانیان این فرقه نوین و تشکیلات هیچ وقت فکرش نمی‌کردن که پس از قرنها تبدیل بشه به سوژه اصلی برای تئوری پردازان توطئه، ولی شد آنچه نباید میشد. هدف اصلی این سازمان که مخفیانه هم شکل گرفت، حفاظت از حقوق خودشون و حمایت از حرفه خودشون بود. اعضای سازمان هم سوگند می‌خوردن که در همه حال یار و یاور همدیگه باشن و اسرار انجمن رو حفظ کنن که در واقع از اصول پایه‌ای از آغاز این گروه هم بود. یک سری کلاس‌های درسی هم بعد از این مرحله شکل گرفت به نام هوتن که بعدها به لوژ معروف شد و آموزشایی به علاقمندان بنایی میدادن که بتونن کارشون رو یاد بگیرن و پیشرفت کنن، اما تا برسن به این مرحله تا شخص متقاضی مستعد شناخته بشه و به عنوان شاگرد بهش آموزش بدن، طی همین مراحل سخت و سنگین قبلی بود که گفتیم. آموزشایی هم که در این لوژها میدادن آموزشای معمولی عادی نبوده، بلکه کاملا رمزگذاری شده بود و با زبان مخصوص هم آموزش داده می شده تا کسی حتی اگه به این اطلاع دسترسی هم پیدا می کرد امکان استفاده از اون رو پیدا نکنه و یه جورایی از اون هنر و دانش و دسترنج خودشون بناها با این کار محافظت می کردن. حالا بررسی میکنیم معنای لوژ در امروز چی هست و خیلی وقتا تاریخ این گروه همون دوره جدید اونا به حساب میاد، یعنی همین حدود 200 سال اخیر. بعد از گسترش شهرسازی و افول قدرت مسیحیت، کم کم جای بنا و معمار به خاطر عدم نیاز به اونها در لوژ خالی میشه و به جای اونها ثروتمندها، اشرافزاده ها وارد لوژ شدن و این یکی از بزرگترین پوست‌اندازی های تاریخ این فرقه هستش که روال کارشون رو از یک سازمان صنفی به یک بازیگر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مذهبی و حاکمیتی در جهان تغییر داد و این تغییر انقدر تاثیرگذار بر سرنوشت بشریت بوده تا اینجای کار و هنوز هم تاثیرات خودش رو داره و به نظر میرسه خواهد داشت در آینده. در عصر روشنگری و رنسانس در اروپا که مساوی هست با قرن 17 میلادی، یک سری از افراد روشنفکر و متفکر و نویسنده و بازرگان اروپا که از نظام ارباب رعیتی یا همون فئودالی ناراضی بودن، شروع کردن به گشتن به دنبال نهادی که بتونن هدفشون رو دنبال بکنن و اون نهاد اینقدر هم قدرت داشته باشه که نتونن حذفشون کنن، تا زمانی که رسیدن به درب سازمان فراماسونری و سریع واردش شدن. حالا چرا وارد این فرقه شدن؟ زمانی که این متفکرین و نویسندگان و بزرگان وارد این سازمان شدن و سازماندهی و ساختار قدرتمند اونا رو مشاهده کردن و با اضافه کردن یه سری مسائل فلسفی شکل و شمل جدید و جذابی هم به اونا دادن که طرفین این موضوع رو کاملا راضی می‌کرد، یعنی بناها اون ساختار اصلی و قدرتمند رو ساخته بودن، حالا فلاسفه و متفکرین هم اومدن خمیرمایه دانش اصلی و درونی اونا رو شکل دادن و به این صورت بود که به یک تکامل خاص و عجیبی در این مرحله رسیدن و در نتیجه اون قدرت و نفوذ بیشتری رو هم پیدا کردن. حالا ببینیم این اختلاط بین فلاسفه و بناها چه تغییرات واقعی رو ایجاد کرد. قبلا گفتیم که اطلاعات داخل این مجموعه ها رمزگذاری شده بود با ظاهر بناها و باطن و تفکرات فلاسفه.
از این تاریخ به بعد دیگه دنبال کارهای صنفی نبودن هستن، یعنی هیچ بنایی و معماری رو انجام نمیدادن. کاملا این فرقه تبدیل میشه به یک نهاد فعال اجتماعی سیاسی. با وجود تغییراتی که ایجاد شده بود، همچنان اون سنت‌های قبل یعنی احترام، رازداری و سختگیری در ورود اعضا حفظ میشده شدید و به شدت بر حفظ احترام و رازداری پایبند موندن. در حقیقت یک مرکز سیاسی اجتماعی شدن با سیاست و محوریت آزادی و برابری و برادری. حالا اینکه چقدر این اصول آزادی، برابری و برادری رعایت میکنن در واقع جای بحث و بررسی داره. مثل خیلی از کانونهای سیاسی و اجتماعی دیگه توی اروپا، فراماسونری هم با این شعار و نگاه تونستن نقش مهم و فعالی رو در تحولات اروپا از زمان قدیم بازی کنن و همچنان هم نقش پررنگی چه در اروپا و چه در جهان دارن. نقش بسیار مهمی در تبیین مفاهیمی مثل نودوستی، نگاه جهان وطنی یعنی جهانبینی کامل و چیزایی از این قبیل رو در جهان داشتن. چیزی که در این بخش از فراماسونی نوین به مفاهیمشون اضافه شد، باور به وجود پروردگار هستش و تأکید به این موضوع. این در حالی بودش که این سازمان مبلغ هیچ دین و آیین خاصی نبود اساسا. بعد از گذشتن زمانی که اتفاقات جدید در این فرقه افتاد، گسترش اونا از آلمان به انگلستان، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای دیگه هم اتفاق افتاد. آلمان‌ها به تنهایی 5 لوژ دائمی داشتند: استراسبورگ، کلن، وین، زوریخ و ماگدبورگ. حالا چه می‌کردن این لوژها؟ همون کار همیشگی که در طول تاریخ خودشون انجام میدادن: تعلیم نوآموزان بنایی. یعنی اسم هیچ تغییری نکرده، همچنان هم به این کلاس‌های آموزشی میگفتن هاپتهوتن یا لوژهای بزرگ. میشه گفتش در واقع سازمان‌های فرانسوی و انگلیسی از لوژهای آلمانی سرچشمه میگرفتن. با این حجم از تکثیر گروه در کشورهای مختلف اروپا، یه جورایی هر کشور معتقد است که اون کشور مؤسس و بانی اولیه بوده و مهمترین نقش رو داشته. ولی شعبه فراماسونری در انگلستان نقش خیلی مهمی در پیشرفت این گروه بازی میکنه که در نیمه اول قرن 13 هم تأسیس شد. جالبه که اول کار فقط یک سری بنا می اومدن وارد این گروه می شدن و توجه خاصی هم بهش نمی شده و همون حالت صنفی رو داشته. بعضی از اشرافزاده ها و ثروتمندا هم از سر کنجکاوی می اومدن به لوژها سر می زدن تا ببینن اصلا چه خبره. یکی از اختلافات اساسی این لوژ این بوده که حتی اشراف و ثروتمند هم در صورت اعتقاد به خداوند و دین مسیحیت و گذراندن اون مراحل اولیه پذیرش میتونستن وارد این لوژ بشن. اول باید ثابت میکردن اعتقاد به مسیحیت خدا رو و سپس هم آزمونای ورودی رو پاس میکردن و بعد وارد میشدن. در کنار همه این داستانا خیلی این لوژ موفق عمل نکرد در اون زمان، ولی یک اتفاق افتاد، یک اتفاق خیلی هولناک در لندن که ورق رو به نفع این گروه کاملا برگردون و اونا رو به اوج شهرت و قدرت رسوند. حالا این اتفاق چی بود؟ 2 تا 5 سپتامبر 1666 میلادی لندن در آتش سوخت و 40,000 خونه و 86 کلیسا در این آتش جهنمی خاکستر شدند. اینقدر این آتش سوزی گسترده بود که گفته شده در تاریخ نصف لندن در آتش سوخت و خاکستر شد، بجز اینکه بقیه شهر هم آسیب دید. از پس این اتفاق هولناک دولت انگلستان از بناها و معمارها و ساختمانسازهای کل اروپا دعوت میکنه که بیان و دوباره لندن رو از نو بسازن و اینجا بود که کار بناها دوباره سکه شد و همراه با اون فراماسونها هم به اوج قدرت رسیدن دوباره و اینجوری بود که دوباره فراماسونرها که بنا بودن در اصل همه در لندن دور هم جمع شدن. اینا که بنا بودن فقط کم کم فلسفیچی هم شدن، پولدار شدن، ثروتمند شدن و اشرافزاده شدن و آقازاده. اینها نقش اساسی در بازسازی لندن و اروپا داشتن و حتی همین کلیسای سنت پول که یکی از مراکز اصلی فراماسونری در جهان شناخته میشه با نظارت مستقیم سر کریستوفر رن، ماسون معروف انگلیسی ساخته شد. حالا شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به خاطر همین هم هست که میگن حداقل نصف لندن رو ما فراماسون‌ها ساختیم، پس اگه ما نبودیم لندن هم نبود، شماها هم نبودید. در ویدیوی بعدی ادامه داستان رو با هم پی میگیریم. ممنونم از همراهیتون.